وقتی که پدرش درباره گوشتینگر میزد همین شب خواست فرزانده بسیارتر میشید به گوشتینگیر شمیفته همین خواست داشتن. پدرش یک آدم خیلی بزرگ بودن، گوشتین پرور بودن. پدری که آرزوی دیدن بهترین پهلوان شدن پسرش رو میکرد. در خونه اپاها با همین کار مشغول بود، دادرها با همین کار مشغول بود، من خودم با همین کار مشغول بودم. وقتی که پیش ما آوردش گفت که همین استخوانش از من گوشت و پوستش است. پدر می بود، آرمان دیدش رو میشکست، شاید باز ما رو راهنمایی میکرد، ما با قهرمان بازی المپیک قهرمان جهان میشدیم. قطار کوهایی که در اینجا هست شما میبینید، ما در اینجا تا بالای این کوه ها میدویدیم، مشق میکردیم، تمرین میکردیم. وقت ساعت علف درا میومد علف دراوی میکردیم، علاوی میزدیم. من فکر میکنم که از صبح صادق تا شام در اینجا هم کار هم مشق میکردیم. مکمل شدن قوای جسمانی که بود ما از همین کودکی در همین جا این بهره گرفتیم و به دست آوردیم. ما در یک صنف تحصیل میکردیم. من یاد دارم که 5 ساعت درس بود، 6 ساعت درس بود یا که 4 ساعت درسی که بود، همین درس ها رو سری وقت به انجام رسانید. در همون وقتی معین گرده که باید در تمرین ها اشتراک نماید به انجام میرسانید. بیرون از مکتب کوهستان رفته علف درا میکردیم، هیزم جمع آوری میکردیم. در همون جمع کوشش میکرد که گوشتین میگرفت. بله، پدری که در دل هزارها آرزو میپرورید، هزاران مشکلی را پشت سر میکرد تا که پسر عزیزش را یکی از بهترین پهلوانها ببیند. آرزوهای دل پدر او را آرام نمیگذاشت. او در کوچه و خانه در اندیشه او بود که چه کارها را باید انجام دهد تا مقصدی در پیش ایستاده عملی شود. وقتی که ما در سر یک دسترخوان میشیم قطعی فرزانده و پدرش فقط درباره گوشتینگر میزد که بابا و بابا کلانای ما هم خیلی گوشتینگیر بودن. شما نان حلال بدین که بخوره فقط گوشتینگیر شد. پدرش بسیار هوسمند در هوس داشت که پسران من گوشتینگیر شوند. و درجه ذوق داشت که حتی در خونه‌مان تتمی، چوی وزن برداریش، تنگ و همه همین چیزا برای ما تامین کردگی بود. بعد که به صنف‌های می‌ایسی گذاشتن، آتش می‌گفت رزال بودن در کوره. من کوردم می‌رفتم، یادم منچه یادم پاریس هادشم می‌بودم. خانم منچه گریه کردم می‌ره بازار می‌بودم پاریس زمین داده خانده بازار می‌رفتم. هم ذوق کلان داشت که با کسی که کلان بود معده بود میگفت استاد اما با همین رقابت کنم. هنوز که کودک هم که بودیم مناسبتی شادروان با رفیقان پسرش به اندازه خوب بود که حتی در یک رفتن خانه هموام تربیت معنوی شخص به نهایت بلند میشد. توصیف 8 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی یک ناحیه تیمور ملک در یک جایی تحصیل کردیم و محض با توصیه همین صبحزاده پرویز به شهر دوشنبه سفر کردیم. مربی ما سیوالیف سبزعلی بود که بسیار مربی خوب بود. مدتی طولانی
تمرین میداد ما را، همه ما را با دوشنبه آورد. 103 نفر ورزشکار شاگردا را برای دوشنبه برای اسپورت اینترنت آباد کردن آوردم. گروهی که ما در آموزشگاه ذخیره‌های المپی تحصیل میکردیم، من فکر میکنم که یگانه تاباور در همون جاده مستحکم همین صابرزاده پرویز میباشد. برای چی؟ در آن وقت مشکلی های اقتصادی و تامینات با جای منزل زیست و دیگر همه خیلی مشکلی بسیار بود، اما اراده مستحکم صابرزاده پرویز نشان داد که هر یک نفر که چنین اراده داشته باشد به همون شغلی دوست داشته‌اش میل و رغبت داشته باشد، البته که به زینه‌های نمایان خواهد رسید. از صنف ششی مکتب اینترنت میخونه، بعد در دینام اومدد زیر روبری ناصر بزرگ تمرین میکنه. سالهایی که من اول شهر اومدم، شهر زل دینامو دسته کچین مشق میکرد. وقتی من رفتم من رو قبول نکردن. بار دوم رفتم گفت یگان کلانترت رو بیاره، یگان که من تنها بودم. پرویز در نوبت خود صبر و زحمت را پیشه کرد. او فهمید که دوری از خانه، جدایی از برادران و تلاش در محیط بیگانه امتحان حیات و موفقیت است. همون وقت یک مسابقه گذراندیم از طرف مکتب اسپورت اینترنت ورزشی که مثلا یک دسته منتخب پیشنهاد کردن در مسابقه و در آن مسابقه برآمد کردن. هیچ کمش به خاطرم نرسید، اما یک نفر که با نام پرویز جان بود آزمایی خیلی و خیلی خوب کرد. چمپیونات شهر دوشنبه شد که من با شاگردای استاد غالب اومدم، جای اول رو گرفتم. دیگه من رو دعوت کردم، گفتم انا شما میتونید که بیاین همراهی ما مشق کنید. در اینجا ما رو قبول کردن. بعد تمرینای خدا در پیش استاد سر کردیم. آهسته آهسته پرویز مشق کرد، اومد پهلوان شد. بگیم پهلوانی پررد کامل پهلوان شد. لیکن وقتی که پرویز پهلوان می شود، پدرش کسل می شود، نابینا می شود. خودش پرویز ما در نقطتی معرکه که می رفتیم، پدر من می بودم نمیدید. آوازی مخلصانه داوران بعد می فهمید که ما غلبه کردیم. آره، او دویم با پسرش بود. با پسری که پرورده تمام آرزوهایش بود. هرچند که دیده بینو نداشت، او را تنها نمیگذاشت. او در کنار میدان امثال هزاران مخلصان نشسته مشوش خودگیر بود و از منوچهر میپرسید: پرویز چی شد؟ پرویز چی کرد؟ ما با پدرش شب بودیم، پدر روز چشمانش نمیدید. میپرسید تست پرویز چو کرد، پرویز چو کرد، پرویز چو کرد. ظاهر اون وقت بسیار گشتنگی نامی بود و پرویز اونقدر نام هم نداشت. بسیار تعقیبات بسیار شدید رفت، قریب 1.5-2 ساعت گشتنگی کردند. در آخر پرویز وی را مغلوب کرد. در این لحظه از چشمای پدر آب رفت. این رو من بچه‌ش خود دیدم. گشته و پیش پدر اومدم، شاید از خرسندی بود، یکی از آرزوهاش بود. آبی چشم ریخته گریه میکرد، ولی که نمیبید. این اشک در رخساره پدر می نوشت. اکنون آرزویم به حقیقت تبدیل یافت. پرویز من پهلوانی حقیقی شد. اما
این شادی ها دیر دوام نکرد. چوره میمد من در باختر گوشتین میگرفتن، در میدان نبرد گوشتین میگرفتن که به من هم خیلی خبر رسید. من از همونجا بس کرده راست به خانه آمدم. وقتی که پدرش با کسلی از بین میگذرد و یک ضربه به پیشروی مثلا پرویز جان میشود. آخران برآمد کردگی در همون سال بود. از همون سال بیمار بود. اون که همه وقت تاکید میکرد که این کسب را نپرتوید. با همه همین نگاه نکرده، همین دو دلگی، ناباوری و ناامیدی را مثلا از دلش دور کردیم و کوشش کردیم که مثلا آن مهارت ملکه و مثلا فرهنگی که دارد از دست ندهیم. این خیلی روزای وزمی ندیده گیده پرویز، لیکن با همه هم نگاه نکرده و در ورزش هم با نتیجه های نظررس نایل شد. همه وقت پدر من نصیحت میکرد که به همین کار شروع کردین باید به قله بدن ورزشی رسید. نوبسته که در کدام ساعت زندگی میکنید، چی مشکلی به پیش میآید، چی چیزی که میآید نمیآید، حتما مشق کرده در عرصه بین‌المللی برآمدن در کار بود که این هیچ وقت من این را فراموش نمیکردم. در سیم سال در اونیورسیادا که برگزار گردید در دولت کره جنوبی، من در اونجا اشتراک کردم و در واخره نیم نهایی دست من آسیب یافت، یعنی از زمین جاش برآمد بگیم. و موافق گفته های طبیبان باید 3 ماه در همون حالت میستاد. 3 ماه. سال 2003 من راستی گپ در ناحیه بودم، در ناحیه تیمورملک بودم. من در شهر زندگی نمیکردم. میدونستم که مسابقه میشود. مسابقه مقصد به همه معلوم بود. یک 40 روز پیش پرویز در کره دستش رد خوب بود. ما حتی باوری نداشتیم که پرویز در این مسابقه اشتراک میکند. خوشبختانه که مثلا اولین مرتبه در وطن محبوبمون، یعنی که چمپیونات بازی‌های آسیایی مرکزی برگزار گردید، باید دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در هیئت پوره اشتراک میکرد. وقتی استاد حالت من رو دید آمده گیپسی رو کنده پرد و گفت در اینجا گوشتین میگیریم. من گفتم نمیشود. گفت میشود گوشتین میگیریم. من باوری دارم که گوشتین گرفته میتونیم. همین خیلی یک هفته 2 هفته تیار شدیم. وقتی پیش از مسابقه با دکتر رفتیم، از باید از دکتر بگذاریم بعد اجازه دادم. دکتر حالت من رو دید اجازه نداد. نمیشود. نمیدونم استاد چه خیلی قطعا زبان یافتن گفت دارن اجازه گرفتن من رو راه دادم. پرویز رو نویستن در مسابقه اصلا در روی خط اشتراک داخل شد. بگاه من به خونه آمدم. پرویز رو اولین سوالی که بود از دستش دادم. پرویز دستش خیلی گفت من حتی اجریمنی کردن نمیتونم. دستایم پیش دردش کم نشده است، حتی دردش هست. و من حالت ها رو دیدم وقتی که دیدم در وزن 81 کیلوگرم مثلا دسته منتخب ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان رو مقایسه میکردم. یگان نفر پیدا نکردم که مثلا مقابلیت خوب نشان دهد به آنها. یگانه در فکر خیلی حالم همین در پیش رویم همین پرویز صابر. من وقتی من در باره گلیم گوشتینگیری میبرمادم من در هیجان بودم. وقتی نگاه میکردم با استاد بزرگ ناصر یا با تمامی یار و رفیقی که در اونجا برای دستگیری آمده بودن مخلصی میکردن، من از اینها یا برای دو چند نیرو قوا گرفتم. فراموش میکردم که من همه خیلی آسیب برداشتگی بودم. یگان کس باوری نداشت که پرویز با مدال طلا مشرف می شود. پرویز یک خاراکتری داشت که هر چیز را میخواست
برای او تلاش میکرد. در آنجا تلاش کرد که با 3 حریف خود غالب آید و مدال طلا را سزاوار شد. خیلی هم لحظه های مثال بهترین بود برای ما کم یادم با سوق سال اومده اینجا برگشت با چمپیونی با نامی بلند. این فخری ما بود. با همه این نگاه نکرده با همه حریفانش غالب اومد و غالبی مسابقه آسیایی مرکزی شد که این رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم و در برابر همین اجساب دستوی دسته منتخب تاجیکستان جای یکم را گرفت. وقتی که من در آسیای مرکزی غالب آمدم، بعد از این تمام چهاربینی‌هایی که بیرون از جمهوری میشد در جمهوری قزاقستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه، در آلمان، اروپا چی مسابقه میشد تیار میشدیم، میرفتیم اشتراک میکردیم. 2004 در قزاقستان همچون ورزشگر نماینده تاجیکستان برآمد کرد. راست گپ همون یک لحظهش هیچ فراموش نمیکنم. برای سیم خوازمایی کرد. در همینجا پهلوان بزرگ ارمنی گوشتین میگیرد. از حسابی راه خوبی نفس کشی مثلا مغلوب گردون جای سیم را گرفت. جای سیم را در او وقت گرفتن از چنین مسابقه های با نفوذ برای ما شرف بود. ما الکی صاحب استقلال بودیم. ما الکی صاحب دولت بودیم. سرور دولت ما از روزهای اولی کاریشان به ورزشکاران و پهلوانان اعتبار خاصه میدادند. خوشبختانه با دستگیری پیشوای ملت که نوروزی میگذراندیم در پایتختمان از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان مخصوصا از ازبکستان تمام پهلوان‌ها آمدند. از افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان در اینجا اشتراک داشتن. دو تا سنگین وزن از جمهوری ایران بود که اول وایها را پیشنهاد کردن که قطعی گوشتین میگیرن و از من خیلی سبک بود نسبت آنها. قاعده میدان به خود خاص است، یعنی که پهلوانایی بودن که از حساب وزن، از حساب قوه امکانیت داشتن، توانست آنها را مردانوار به میدان برآورد. هیچ کس نگرفت. بعد من گفتم من میبرایم. من با یکم ایرانی گوشتین گرفتم، غالب آمدم. با دویمش رو ماندم و این هم غالب آمدم. وقتی از میدان بیرون ایستادگی دیدم که اساسگزار چلو وحدت ملی پیشوای ملت خودشان گفتن که با همراهی و گوشتینگیری بهترین ازبکستان که چنگیز بود با نام چنگیز در اونجا خوازمایی میکردن. آن وقت جناب عالی گفت پرویز با همین گوشتین میگیرن. وقتی که من شنیدم از هیجان، از اینکه اساسگزار چلو وحدت ملی خودشان من رو انتخاب کردن و بلندگویک دعوت کردن که با این گوشتین میگه، من دو چند قوه گرفتم. لحظه ای که پرویز در این رقابت نام تاجیکستان را در میان ورزشکاران خارج بالا برداشت، میدان از کفکوبی های مخلصان و پهلوانان دیگر لبریز شد. این غلبه جالب را شخصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تمنیات گرم و صمیمی برای پرویز تبریک گفتند. تبریکات خود را و جوانمرد پهلوان تاجیک پرویز صابری رو بیان کنم. و عموما همه پهلوانانی که از جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، افغانستان که در اینجا آمده
روز ما را در روز خرسندی به نهایت فعالانه اشتراک کردن، بیان کردن هستیم. یک جهان به شما پهلوانان تشکر، به همه مخلصان تشکر زیاد. سلامت باشید. پرویز وقتی که در اون سال در میدان برآمد برای جایزه گشتین میگیرن، خیلی ما در هیجان بودیم، باور نمیکنم. خیلی گشتین گیرو بسیار رقیبایی هم بسیار بود که وقتی که دش جایزه را گرفت خیلی تبریک گفت دیگه بسیار شد. تلفن بسیار شد که پرویز دموشیم چقدر تلویزیون خیلی نقص کارم نمیکرد که دیگه آدمو خیلی خبر می آوردن. خیلی این بار اول بود که در وقتی که در نوروزی مثال автомашина میموندن از حکومت جمهوری تاجیکستان، یک شاه جایزه بود. در اون 2005 سه شاه جایزه موندن. در آنجا یکمین بار پهلوانی بود که دو شاه جایزه را در یک میدان به دست آورد. من هیچ وقت انتظار یگان چیزی نبودم. دو تا ماشین میگیرد، یک ماشینش را با استاد خود توفا در بین همون 20 آدم زیاد در اون اشتراک داشت. مثلا توفا میکند. از جمهوری ازبکستان پهلوانان اومده بودن. چینگیز اما وقتی که زد ما از خرسندی را دیگه ندونستیم چیکار کنیم. همه ما ورزشگران همه چی اما اصول پرویز صابیرов دوست داشتیم و امونا تا امروز حرکت کردیم با جوانان همه چیز نشون دادیم. ما کودک بودیم، همون گشتیگاهی که میرفتیم تماشا میکردیم و بعدا گشتی میگرفتیم. بعد گشتیگاه نامداری که میبرمدن گشتی میگرفتن. همون زمان پرویز صابیرov یکی از گشتیگاه بهترین تاجیکستان بودن و برای جایزه‌های بهترین شاه جایزه گشتی میگرفتن. ما هم آرزو میکردیم که مثل پرویز صابیرov هم خیلی شاه جایزه بگیریم. دوره شما به نام همون نفری آخرانی که دوره شما میگن در گشتی میگیری به نام شما، ما هم آرزو میکردیم اصلا به نام ما بماند. حضور پرویز پهلوان شده. علاقه در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان میدانند هم پهلوان مخلصان میدونن. نه که مخلصان نمیدونن که به همین درجه رسیدن چقدر مهنت زیاد طلب میکنند، چقدر مهنت کنند، پستی بلندی زندگی را میگذارد. سال 2009 بعد از سالها جانفدایی در میدانهای ورزش، بعد از ده‌ها پیروزی‌های برجسته و مقاومت‌های خاطرمان، پرویز صابیرov با سبب بیماری مجبور شد که از جدای دوست داشته‌اش کشتینگیری موقتاً کنار رود. این تصمیم آسان نبود. این فصل پرویز فصل سکوت بود. راستی پرویز با وضع سلامتی یک دو سال همین ورزش را ترک کرد، برآمد کردن نتونست. ما حتی خودمون هم فکر کردیم که پرویز دیگه به جایهای نمایان دیگه نمیبراید. ما فکر کردیم که پرویز هم اگر مشق هم کنه، تمرین هم کنه، برای سلامتی مشق میکنه. با دوستان در یک جشتگی بودیم، همین پس رفت بعد یک رفیقم گفت که تو دیگر گشتینگیر نمیشوی. تمام وقتی آدم بس کرد دیگر گشتینگیری کسبی شده نمیتواند. باز یک مطلب هم آورد که اسب اگر از بز براید این باره به بز در آمدن نمیتواند. اون سخن مثل کارد به دل مرد زد که تمام هستیش را به نام گشتینگیری بخشیده بود. اما پرویز با چشمان پرنور و آوازی استوار جواب داد: من برمیگردم. نه فقط برمیگردم، بلکه از پیشتره قوی‌تر برمیگردم. و واقعاً او برگشت. چمپیونات رو رفتیم. در اونجا پیش از بازی‌های المپی لندن بود و در اونجا در وزن 90 کیلو برآمد کرد. با ایرانی بود. در آزمایش شدید پرویز رو مغلوب کرد. این مدال تنها یک جایزه نبود. این رمزی بازگشت بود.
این رمزی پیروزی بر بیماری، بر شبهه و هر کسی که گفته بود دیگر نمیتوانی. و مهمتر از همه این مدال را خط بازی‌های المپی لندن 2012 را برای پرویز صابرов تأمین کرد. آن آمادگی که داشتیم وابسته به شرایط همون زمان بود. آن مقصد و نیات داشتیم، خواهش‌های داشتیم، امکانیتی مثلا شرایط ها رو به جا آوردن نمیتونستیم. Очень часто мы участвовали в международных лагерях и на соревнованиях. И самый запоминающий момент это, наверное, Олимпийские игры, где он очень сильно желал победить и уверенно шел к своей цели. وقتی که المپیاد چندین وقت مونده بود پاریس به خانه اومد که نمیتون من رفته تیار نیستم یا المپیاد آدمای نمبر یک دیگه دولت می زوری ما با او نمیرسه. همین وقت حرکت که اونم برای جای یک مرتبه مبارزه میبرد که بعد مثال پهلوان میشه، نامدار میشه. خیلی معلمش اومد گرفت شب نصیبش بده رفته قهرمانانش جو هم نگرفت در همجا اشتراک کرد. اشتراکچی المپیادش خیلی بود. орзуи вай буд иштироку ва медал гирифтан аст. ам суҳбат мешидем вай мегуфт ки мавзуна ами зиндагӣ ба худаш як вақти муайян дорад. кӯшиш ки ҳами имрӯз ки дар бозии олимпия ҳастӣ ҳами чиза самаранок истифода бар, барое ки оянда намедонем чӣ мешавад. ман имрӯз бохтам, дар аму баданам чӣ қуввате буд, чӣ таҷрибае ман доштам дар татамин ман додам, валекин дар тақдири ман ҳами медал набуд. соли 2013 буд агар хато накунам, соли фаромӯшнашаванда бошад барои акайпази барои, чунки дар чанд майдонои бузург ки рафтем дар Нағара бо Наби Муҳаммад каси оғоз мекард. ман дар даврае ки дар деҳот будам ҳатто интернет надоштам. як майдоне ки онҳо гӯштин гирифта буданд дар Данғара бошад. ҳамон набардро ман тӯли қариб як сол зиёд кофтам ки тамошо кунам. бо хоҳиши мардуми халқ боқ ва озмоӣ кардем. албатта рақобат дар майдон буд. бо берунда акаву додаримро давом медодем то ҳозира кайпарвез барои мо ҳам устода. то имрӯза мо амо акаву додара амрӯз салом алейкум ҳастай ин мемонад. дар ӯ дида мешид ки ҳамо партофтои ба қавли маҳал ҳамо бобоёна мепартофт ба монанди Саймумин Раим буд. ҳамо бардош задани вай ба худаш як техникаи болоро нишон медод. ҳамо роҳати гӯштини миллира одамо гирифта метонистанд аз Парвез Собиров. ман худ шоҳид будам бо мураббӣ Фарух Собиров ки соли 2013 буд дар майдони Ёвон бо Неъмат Астонқулов шоҳҷоиза автомашина буд. баъдан омада ва мураббӣ Фарух Собиров гуфт ки ҳамин охирон даст аст, ман ҳаракат мекунам ки ӯро мағлуб намоям. охирин маротиба он кас дар чемпионати ҷаҳони собиқадорон чемпиони ҷаҳон шуда омад, баъдан хатми гӯштӣ намуд ва то ҳол бо мо дар ин толор тамрин мекунанд ва нозукиҳои гӯштинро ба мо нишон медиҳанд.
Я считаю, труд, трудолюбие и любовь к спорту – это и приводит к успеху спортсмена. Эти качества как раз и присутствовали в Парвизе Собирове. Он как раз и развивал свои эти направления. بعد از گیم سینی سال ما از 30 بالا بود، هیچ که باوری هم نداشت که نمیشود. من مشق را باز دوچند کردم و باوری داشتم که در این چمپیونات جای نمایان رو اشغال میکنم. من هیچ که باورم نداشت و من اومدم اشتراک کردم در اینجا. خوشبختانه صاحب مدال طلا شدم. او در زندگی خیش صفحه دیگری گشود. او خواست تجربه و ملکه آموخته‌اش را به نسل نو به میراث گذارد. از این رو او مکتب خودش را گشاد. این حیات ورزشی کوتاه است. وقتی که این ورزش رفت، اون در نزد خودش هدف مونده بود که کلوب ورزشیش خودش رو گشاید. بچه خیلی دانا و مثلا کاردان بود، امکانیت پیدا کرد که تالاری زمانوی، تالاری بخت، تالاری امید، تالاری ننگ ناموس. من تربیت یافتم، کلان شدم، آموختم، علاقه تمام زینه‌های یعنی رشدین را گذاشتم. از خودم موندم بهتر و خوبتر تیار کردن نسل نو است. بسیارتر فایدهش به همین وطن، به همین ملت میرسد. کوشش کردیم، مقصد داشتیم که تالاری ورزشی خود رو بگشاییم. ارزه داشتن که پرز یک زال کنم، مثل با همین فرزندای ما را شاگرداشون هم مثل هم سیاره خیلی جمع کنه و به یک مثل نامی همی کشتنگیری و نامی همی پهلوانی را ایتسنت بالا بردارم. 2 سال پیش بود ما یک مقصد آمدیم که همین تالار ورزشی رو به فروش میبرونیم. یکی وقتی مادر گفت که این امیره همین به مبلغ کلان میفروشیم، سومی همراه در چی میکنین؟ شما برای وطن، برای خلق، برای یک فرزند یک کس از راه بد میگرده، از همه چی بالا از گفت. بعد ما همونجا از همین راه گشتیم و گفت تا وقتی هستید حرکت کنید، در خلق خدمت کنید، در وطن خدمت کنید، همه وقت پرچم بردار ملت باشین. البته تالار ورزشی خود رو آماده کردیم که با گشوده شویش با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم محمدی بود و من هم صحبت کردم و با ورزشگران که در اینجا بود هم صحبت کردم که ما از هر یک سخنان اون منشأ میگیریم و به ما یک روحیه بلند میدهد. وقت ما وعده دادیم که نورسان و جوانان رو برای ورزش تربیت کرده وطن ملت خود را در عرصه بین‌المللی معرفی میکنیم و گفتیم وعده دادیم که از اینجا ما قهرمان جهان، چمپیون جهان تربیت میکنیم. امروز از کلوب پرویز صابیرов امام علی نورعلی در بازی المپیک اشتراک کرد. 5 گانه بهترین بود و آن چیزی که ماهای نزدیک این تکرار کرد جای دوم در چمپیونات جهان در همین سالهای استقلالات ما یکمین مدال است. در دوره شوروی تمام پهلوانان تاجیکستان آرزو میکردند که زیر نظارت سیمی رحیموف، استاد سیمی رحیموف مشق کنند. آرزو میکردند. در حاضر شرایط بازی تمام این ورزشگران نوره، جودوکاران نوره، جوانان آرزو میکنند در کلوب ورزشی پرویز صابیرов تمرین در همونجا کنند. ببینید که حاضر مثلا در یک مکتب نامداری مثلا شهر دوشنبه، مکتب کشتین، مسئله دولتی، مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای کشتین راهبر است. در برابر راهبر کردن در وقت مثلا ویش وقتی خالی بودنش در اونجا پا میرود با تمرین میسازد. یعنی که یاردم با فروخ مثلا برادرش هستند. همون نفری که چمپیون جهان میشود و پریزا میشه، من حس میکنم ان حصه تربیه اون در بر اعلی حس کرده میشود. چون که
هر یک سخنش ننگ است، هر یک سخنش ناموس است. یعنی که آدم رو به وحج میارد که مثلا ذره امکانیت هم داشته باشد تکیه به ورزش کنه. سال 2012 یک سال از گشتیم بیرون شدم، نصیحت کردم بگم خطا نمیکنیم. برای همین میگم که پرویز صابری برای ما هم برادر، هم مربی، هم دوست میباشد که در همه حالت برای ما است. در دوره‌ای که در دهات بودیم رقابت‌های پرویز صابری را دیده با خود آرزو میکردیم که ما این شخصیت را یک بار از پیشی ببینیم. آوان بچگی هم در این تالار پرویز صابری را وقتی که دیدم یکی از شخصان خیلی خاکسار و با همه مردم خوب معامله میکرد. باعث همین شد که پرویز صابری را مخلص بودم. به همین سبب من به زل این آمده تمرین کردم. در برابر گوشتنگیر بودن خوبشان یک شخصیت خیلی خوب، شخصیت خیلی خاکسار می باشد که در هر روز در موقع تمرین، بعد از تمرین برای ما درس ها یعنی توصیه های خیلی زیادی تجربه ورزشی خود را برای ما میفهماند که در مسابقه ها باید این طور گوشتنگیری و در تمرین اینجوری این طور تمرین کنی، همش را برای ما میفهماند و ما با خود این را خوب قبول کرده در مسابقات ها اما گفته های آن کس را میکنیم. او تنها پهلوان است، راهبلد است برای نسل نو، استاد است که صدها شاگرد را تربیت کرده است و هنوز هم استوارانه در صف اول قرار دارد. البته در کار بسیار میگم که سرطلب است، سختگیر است. در این ورزش اگر این نمود نباشی با پیش نمی رود، چون که بسیار میگم که کاری مشکل است. اما مشق‌ها و همون درسایی که گذاشته می شود 100% باید اجرا گردد. البته در کار وقتی که در کمیته جوان و ورزش بود بسیار در ساحه ورزش خدمت‌های کلان کردند. حرکت میکند که از دایره وکالت‌های خود نبرود، ولی نسبت کار سرطلب است که تا کارها در وقتش انجام داده شود. همچون راهبر بسیار یک راهبر با سواد و عاقل هستند. در جامعه خوزیره و در ساحه ورزش خودش وی بهترین متخصص است. امروز دردی ورزشکار یا اینکه همو در کدام سطح قرار داشتن ورزشکار وی تیزتر احساس میکند. برای همین همچون راهبر، همچون یک دیرکتور طول چند هفته ماه می شود که ما هم تعیین شدیم دیرکتور مکتب جمهوری نمودهای یک حربه. با هم صحبت میکنیم اون چیزایی که وی بسیار چیزا که ما را با او هم صحبت شدیم برای ما فهمو، برای من یک دنیای دیگر بود. راستی این زمان صابریزاده پرویز در آن مؤسسه که این زمان به همچو به حیث راهبر فعالیت میکردند، من باوری دارم که به دستاوردهای خوبی ورزشی باز نایل میگردند، زیرا که صابریزاده پرویز خود غرق دنیای ورزش است و از همه نمودی ورزش خبردارم هست، مخصوصا در رشته گوشتین. پیشبری میکردیم. امروز هم که به حیث دیرکتور مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی و نمودهای گوشتین کار و فعالیت میکنم و ما علاقه نقشه‌بندی کردیم تا بازی‌های المپی سال 2032 و نمودهای المپی، 3 نمود المپیکی است، 2 نمود غیر المپیکی. نقشه‌بندی ما تا چمپیونات جهان هست. ما هر روز، هر یک هفته با مربیانی که در اونجا کار میکنند، جمع آمدهایی که هر هفته ای نمی شود، این هر یک روز با سرمربی ها هم صحبت میشیم، با هر یک مربی ها نقشه بندی میکنیم که در یک جایگی مربی کدام چیزها رو پیشنهاد میکند، با همراهی سرمربی و ما یک جایگی نقشه رو طراحی کرده کوشش میکنیم که همه وقت به همون نقشه ای که کشیدگی هستن که تا بازی‌های المپی کوشش کنیم که صاحب مدال‌های بازی‌های المپی شویم.
همچون پدر بیا پدری مهربان. من چند مرتبه که با پرویز هم صحبت میشدم، فرزندا در پهلوی بودن. از همه در قیمتترین چیز نایاب این پدر است، مهر پدر است. من باور دارم فرزندای و یک روز نه یک روز کلان میشود این ویو را میبینند. من میگویم که در زندگی بویترین فرزندای پرویز است که فرزندا را به همه نمو دوست میداره. چیزی میگن همین خیلی بالای سر برآمده است، میگم اکای پرویز وای میگه وای کودک است، اما ساعت وقت دارد. فرزندی من باید آزاد در یک عائله سالم با تربیت بیاد. برای همین پدر بهترین است، مربی بهترین است، شخص بهترین است. پدر می بود، آرمان دلش رو میشکست، شاید باز ما رو راهنمایی میکرد، ما با قهرمانی بازی المپیا قهرمانی جهان میشدیم. البته این چی نتیجه، چی برباری هایی که در این طول زندگی در حیات من به دست آوردم، البته سراول همون تربیه پدر و مادر من بود. پیش از این کوپرو یک کوپریک تختگی لرزان که پیاده گذار بود، صنفای 3-4 شده بودن. این کوپرو رو ساخته به استفاده بودن، در شده شوی اینو اشتراک کرده بودیم. آوان کودکی در این کوپریک با همراهی برادرم گاه با جوراها هم می آمدیم اینجا، در اینجا می دویدیم، از بالا این در آب پریده آبازی می کردیم. بسیار وقت آبازی می آمدیم در جای قریترین همین آب همین جا بود، از بالای می پریدیم، آبازی می کردیم، می دویدیم، مشق می کردیم. دورای کودکی چقدر که خود ما که می فهمیدیم که برای ما ورزش بود، همون خیلی با فهمیش خود می آمدیم، مشق تمرین می کردیم.